دوستان عزیز مهربان ما امروز ما تصمیم گرفتیم که به سیر کوههای دهلی کاستراش عزیزمان برایم. مرحمت برادرای غریب و مسافری ما تماشا کنید از سیر سیاحتی ما حلاوت برید. با ان شاء الله در رفته برنامه ان شاء الله با صحبت ها میگذاریم. خدا خواهد که رفته رسیدیم تماشا خواهید کرد. ان شاء الله با کلیپ های بهترین میشود. همراه برادرای ان شاء الله صحبت های نظم میکنیم. یعنی نشستی خوب میگذاریم ان شاء الله. با از همش خبردار خواهید شد. ما این حال تقریبا از دهه برآمدیم. تقریبا ساعت 5 ساعت خواهد رفته که رسیدیم. با در راه صحبت میکنیم. خدا خواهد ما برادرایی که از دهه کاستراش نه خواهش کرده بودید مرحمت تماشا کنید. دهه عزیز خدا خواهد با ان شاء الله ما از بلندی ها برآمده نوار میکنیم. تماشا میکنید. خدا خواهد حلاوت میبرید. فقط زیغ نشوید شد. ما همه وقت خواهش آن را داریم که همه وقت تنصیحت باشد. هر کجایی باشد سلامت باشد. خداوند در کجایی که باشد یار مددگارتون باشد. هیچ وقت درد و غم نبینید. ما همه وقت دعاگوی شما هستیم غریبان عزیز برادرای مسافر. ان شاء الله شیر بچهای کاستراش همه وقت به پیش. همه وقت به پیش.
مهربان و گرامی قدر ما این حال به طرف مرادک سفر داریم همراهی برادران یا چند تن برادران از دهه کاستراش خودمون کسانی که ما را تماشا دارن البته که در کامنتاری در تگ ویدیو نویسید انشاءالله بازگان خواهش داشته باشید انشاءالله ما کوشش میکنیم که اجرا کرده باشیم همراه برادر جونای عزیز ما حقی برآمدیم از دهه انشاءالله این را سیر و سیاحتی کوههای کاستراش میکنیم باز در رفتی برنامه در رفتی گذشتن سیر و سیاحتمون انشاءالله صحبت ها میگذرانیم سرود خوانی میکنیم باز اگر درست شود اگر درست گیرد اگر رقص بازی هم میکنیم سلامت و سربلند باشید برادران عزیز البته که ما رو پیگیری باشید تا آخر تماشا کنید نوارهای ما رو همش بهره بالادرویی شماست بهره فراغت شماست ما هم کوشش میکنیم که یک لحظه لبون شما هم باشد یک لحظه هم باشد با توسط همین نوارهایی که دهی زیبا منظر میبینید خرسند باشید و یک لحظه هم باشد دماغتون چاق شود وقتتون خوش شود ما هم آرزوی همیشگی ما همیست با اومده نزد پدر و مادر نزد یار و دیار با خدا قلب بام خیلی سیر کوههای دهی کاستراش کنید شما هم از جاهای زیبایی که ما دیدن کردیم شما هم خبردار باشید سلامت و سربلند باشید ما رو پیگیری باشید زلفین انبرین تو را ببوسه نقش کنم برگ یاسمین تو را هر آن زمین که تو یک ره برو قدم بینی هزار سجده برم خاک آن زمین تو را هزار بوسه دیم بر سیهای نامه تو اگر ببینم ور مهر اون نگینی تو را به تیغ هندی گو دستی من جدا بکنن اگر نگیرم روز من آستین تو را اگر چه خواهشی مردم که شعر باید گفت زبان من بر روی گردد آفرین تو را
میدونید دارد با چه بهره همه برادرایی که ما تماشا میکنه از این این زمان بله برادرای همه از دهه کاستراش بسیار برادرها تماشا میکنن خصوصا همین مسافرها چی گفتنی هستید دهه کاستراش چی تمنیات دارید برای برادران الله مسافر نگهبون باشد سلامتی سوق سلامت به وطن آمده سلامتی نزد پدر و مادر برگردن البته برادر البته چای تیار می آخی فرصت بچه من توتون خوردم بله گل بشه سلامتتون نقص هذا هزار رحمت Ya götürəm, maya tutdu xoydam rol içine. هزار رحمت سلامت باشید نه خیلی همدیاران مهمون نواز مهمون دوست از شکر خداوند که الحمدلله در همه مقیاس تاجیکستان به فکرم اولین دهه که مهمون نواز و مهمون دوست است در بین همه وادی زرفشو با مهمون نوازی با مهمون دوستی معروف و مشهور است دهه عزیزمان کاستراشی زیبا منظر و بهشتاسا است شکر خداوند که همه خیلی دهه زیبا و همه خیلی مردم مهمون نواز و مهمون دوست داریم شکرانه خداوند هزاران بار شکر کردن در کار البته من برادران عزیزی که ما تماشا دارید ما در سایه آبدار قرار داریم من آمده قریب نزدیک آمدیم پایان برادک آمدیم خدا خواهد آیسته آیسته با همه صحبت ما دمام داده رفتن میگیریم من برای اون این نوار رو میگذارم که اون برادرایی که اینجا گذشتگی هستن اینجا آمدگی هستن و البته که میبینن نوار رو تماشا میکنن با یک طبشون بالیده میگرده و خاطرشون شاد میگرده یک حسیات عجایب آدم فرا میگیرد وقتی که ما هم در غریبی ها بودیم در مسافری ها بودیم یک باور کنید یک سنگ همین وطن پزمو شدیم یک سنگ و یک خاک و یک رسمی همین دهه زیبای اون کس نبود که گرد برای همین من تصمیم گرفتم که انشالله از این پس با همون برادرانی که تلفن میکنن از مسافری ها که نوار کرده پرتایید خصوصا برادرایی که از کاستراش زنگ زدید اکا زریاب چند وقت پیش زنگ زدگی بوده که میخواد یک سرود غریبی وای کرده پرتایید من انشالله همه من یک کوششای من برای همون شما یک تماشا کنید یک لحظه هم باشد که طبعاتون خوش شود که خیال کنید که خودتون در یک لحظه هم باشد از غم و اندوه فارغ شوید و برای با همین سرود و با همین کلیپ های با همین صحبت های ما یک لحظه هم باشد غم و اندوه فراموش کنید ما همین آرزوی همیشگی ما تنصیحاتی و خانه آبادی شماست بگذار در از وطن دور هم باشد که ما همه وقت دعاگویتان هستیم هیچ وقت غم و اندوه این بالاگیرتان نشود همه وقت شادی و فرح یارتان باد خوشبختی یارتان باشد خداوند همه وقت یار و مددگارتان باشد چی مقصد مرادی که در دل دارید با آرزو نیتتان خداوند رساند البته که همه آرزو نیت نیکی که دارید جامعه عمل پوشد ما همین ایبا نزدیک اومدیم من اینجا قطعی برادرها صحبت کرده رفته ایستادیم خدا خواهد رفته میرسیم بالا که رفتیم با انشاءالله برادرای دیگر میبیام با هم دهگان عزیز استقامت کنندگان میبیام با انشاءالله صحبت ها میشینیم صحبت میکنیم با یک صحبت های بهتری میشود با البته که نوار کرده براتون میپرتویم لیکن برادرای عزیز یک چیز ما گفته نماند که صحبت هایی که ما میکنیم و این سیری که ما کرده ایستادیم همش قسم میگذاریم البته که یک باره بسیار ممنون نمیشود برای که کمتر امکانیت نیست امکانیت محدود تاجیکستان خودتون میدونید کمتر سرعت اینترنت سوست برای همین کم میگذاریم قسم میگذاریم تماشا کنید و البته که با برادرای دیگرتون هم روان کنید طریق ایمو و واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک و تمام چیز میتونید پرتایید برادرای دیگه ما هم ببینم که البته ما این سیاحت خودمون است لیکن با شما هم به همین بهانه یک جایهای زیبایی یعنی کوههای عزیزی کاستراشمون را خدا خواهد تماشا میکنید و میبینید برای همین برادرای عزیز و مهربان ما را پیگیر باشید و همراه ما را انتظار باشید کردم میخوام با برادرای غریب یگانش گفتم میخوام البته که اشک از چشمانم جاری میشود برای همین صحبت کردن نمیتونم مرحمت اگه اون سخنی گفتین داشته باشید گپ زنید خیلی برادر جان دیگه چه علاج مجبور کن از نایلاجی در غریبی ها البته هیچ کس نمیخواد این را که از پدر مادر البته برادران غریب نیست به مانند من شما میخوان که در همین وطن خود چنین جایهای زیبا را البته آنها هم از نزدیک ببینن دوست می‌دارن
میخوان که در این جاها عمومی سیر و سیاحت در همین کنیم. فصل خصوصا در همین ایام البته در ایام بهاران در ایام این طبیعت زیبا شکوفایی ببینید. طبیعت الله همه اونا رو به همین جاها رساند به مانند شما آمده در همینجا کشت گذار کرده از این طبیعت لذت برند. آفرین برکه یابید 1000 ساله شوید. الله سلامتی اون دراز پناه پشتی پناه غریبا باشد برادر. آمین. سلامت باشید. علی بابا پیش و پیش تاجیکستان و پیش. برواردن را بیگانه غریب و ملک بیگانه غریب، بیمارم و بیکسم نه درمان نه طبیب. سلام و درود برادران عزیزم. شکرانه خداوند که ما آماده به همون جایی که نشستگاه هست آماده قریب رسیدیم. البته که برآمدیم ما این خطر راه طی کرده آمدیم. ما خدا خواست شما با همش نشون میدم. راه بسیار راه دور و دراز ما طی کردیم. خدا خواهد که اکنون صحبت ها و
سرودخوانی‌ها و چیزا همه کش میشود. فقط شما انتظار باشید ما هیچگاه برادران عزیز خاموش نکنید ویدیو را ما رو پیگیر باشید. انا اون طرف دود برآمده ایستاده است. بفکرم برادرای ما اون کار کرده ایستادند. ما هم اومده رسیدیم انا این منظرهای زیبای کوههای عزیز ما. یک چیکار گل شفاف است. خدا به شکر سایزی از زیبا است. اینجا اومده خدا خواهد نه اینجا با همین باغ‌ها اینجا اومده ها میکنیم کادر میگیریم کامیرا بعد خدا خواهد از برادرها که رفتیم باز صحبت‌ها میگذاریم کتابشون خیلی ما رو پیگیر باشید برادران حتما شما با جو